ببین اینجا از داخل بری خب اینجوری. وای من گوشیم هنگ میکنه دارم هم فیلم ویدیو میگیرم هم بازی میکنم. یا خود این اینجوری لایی کشیم پیدا کن. ای بابا این تاکسی تو جاده چی کار میکنه لعنتی. برو یه دوره دیگه دوباره دارد. من اومدم دوربین رو عوض کنم. ای بابا بذار بریم دوباره این دور دیگه میدونم چیکار کنم. خب این اول دوربین رو عوض میکنم. برو بریم یه لاین این خب نه تاکسی ها من نمیدونم تو جاده چه میکنم. لاین این بچه داره اونور مینویسه چقدر لاین مخالف رفتم ها. یه ترمز بگیریم که زشته اصلا. برو وای چه ترمز دیگه فایده نداشت. یه دور دیگه برو بریم بچه 200 میتونم پر کنم. بگیم 200 میتونم پر کنم یا نه. سرعت الان 100 تا. وای هنگ میکنه گوشی من. دارم همزمانم ویدیو میگیرم هم بازی میکنم. برو بریم تا الان کسی جلومون نیست. FPS افتضاحه. FPS زیر 30 داره الان به من قشنگ. ای بابا من همیشه اینو خوب بازی میکنم. یه دقیقه تصادف نکن. برو اینجا از این نه نمیشه بچه اون رکورد بزنم. خوب بود انصافا خوب بود دیگه تو اونلاین رفتم. برو خدای پشت این سمنده چیزی نبود. بریم پشت این سمنده. یک سمنده دیگه رد میکنیم. جاده همش سمنده کلا. خب دیگه از این بر حال کردیم. خب قرمز رنگ قشنگ. خب این دور آخر دیگه میخوام یعنی قشنگ بیارم یعنی این لاین هم که خالیه. به با اینو باید برم. دارم حرفه ای میشم. اسم من عیدیه نیام جلوی چشایم دیه نیام گفتم وای نشد. نه حیف این دور آخر باشه. یه دور دیگه این دیگه دور آخر دیگه. فلاشر هم میزنیم. برو برو از این بغل. ای بابا خد یه دور دیگه. این دور آخر این دور دیگه سرعت 200 رو میخوام پر کنم. برو هنگ کرد شلوغ شد. یه دور دولاینه هم
بچه این دو لاین آفتابیه خب این یه نکن میزنیم دیگه خب برو دو لاین نیست قرار بود دو لاین باشه فایده نداره یه لاین هم من میبرم میخواه اینجا از بین این سمنده ای بابا خب نمیشه خب بچه نمود از یه ویدیو دیگه امیدوارم که حسابی از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشد تا یه ویدیو دیگه